میرویم دوستان عزیز با نبرد قسمت فینالی به عنوان وزن 52 کیلو. آخرین نهایی وزنی تا 52 کیلوگرم میانی بانوان نماینده جمهوری تایلند گراندین نوئل و نماینده جمهوری تاجیکستان فضیلت گلبویوا. و قسمت فینالی می رویم وزن تا 52 کیلو بانوان. گراندین نوئل و فضیلت گلبویوا گشتین میگیرد. تایلند تاجیکستان. این پانوی یک تک سبز پوشیده فضیلت است. فضیلتی که در وزن 52 کیلو در نبردها خیلی شایسته است. این رقیبی است، تایلندی است. بایستگی سفید نماینده جمهوری تایلند گراندین نوئل. بایستگی سبز نماینده جمهوری تاجیکستان فضیلت گلبویوا. فینال اکنون قسمت فینالی وزن 52 کیلو دوستان عزیز تایلندی با نماینده جمهوری تاجیکستان گشتین میگیرد. تایلند یک تک سفید دارد و ورزشکار ما با یک تک سبز گشتین میگیرد. فضیلت با نایل. اوه، یک بدن را کار میکند تایلندی بانو. حالت تکرار و تقاضا دارم. ما فکر مادرش رو فکر میکنم پهلو هم بود. پهلو، بله. حالا گشتین گرفتن رو در قسمت فینالی برای نوئل و فضیلت مثلا میدن. فضیلت در اینجا جهت میکند. این نوئل گراندیو علاکای رقیب را پیقاس کرده است و مخته است.
اوه دوباره ما رو قریب که پهلو افتوندن اینجا با نویل بسیار در مقابل فضیلت. اوه می افتوند پهلو. دو پهلو حلال است. نشان طلایی را تایلندی با دست میارد. فضیلت گلبویف در مقام دوم است. دوستان عزیز در اینجا بانوان گشتین گرفتن را آغاز کردند. در اینجا پهلوانی تایپگی پیراهن سفید با بر کرده است چیم بر مقابل رافزک عدوشوا گشتین میگیرد. چین یا تایپی چین عدوشوا باشد ازبکستان را معرفی می. در وزن 70 کیلو برای نشان طلایی مبارزه میبرد.
اینجا این رفزیک عدوشوا پهلوانی ازبکی دیروز هم در نبردهای کشتنی کوراشون را شایسته بود و امروز هم رقابت خوب را نشان می‌دهد. تایپی تایلند عنوان خود را حیات مرکب بسیار هم حیات پرای خود را آوردند. از هر دو طرف هجوم میشد به عنوانی که اینقدر و رقیب خود هجوم های پای در پای رو نشان میدهند. بانوی وزن تا 70 کیلو برای به دست آوردن نشان طلایی مسابقات بین المللی گشتن ملی تاجیکی گشتن میگیرند. هنوز نتیجه نیست، فقط حتی در تابلو با گذشت 2 دقیقه زیادتر نه تنبیه نه آگاهی برای این پهلوان ممکن است. سخن نیست و حرکت پهلوانان باز زیادتر میشود. اچنگ چینگ تایپی چین رفزک عدوشوا جمهوری ازبکستان در تابلو اینجا پرچمی تایپی و پرچمی ویتنام رو دست بردارند که اصلاح خواهد شد و پهلوانان تایپی که یک بدن اکنون به دست آوردن بانوی ازبک عدوشوا چند ثانیه دیگر نبرد میان آنهای دوم میآمد. این بانوی تایپی چین است که طرف نظر میافکند برای هجوم کردن نوبتی شد برای جبران کردن. وقت به انجام میرسد همین طریق عدوشوا زیک غالب وزن رفزک عدوشوا در وزن 70 کیلوی بانوان غالب اعلام میشود.
اینجا دوستان عزیز اکنون یک وزن دیگر میان بانوان وزنی از همه وزنی مونده است. زهرا با پاکیزه گوشتین میگیرند در قسمت وزن جمعی 87 کیلو. کمال‌الدینова است. زهرا بغیره اینجا اکنون دوستان عزیز بانوان وزن جمعی 87 کیلو مبارزه میبرند برای به دست آوردن نشان طلا. بانوی ایرانی یک تگی سفید بر کرده است و بر مقابل او کمالова از ایران است. از ازبکستان است که پاکیزه است که مقابل او هنرنمایی دارند. یک بدن برای کمال‌الدینова پاکیزه زهرا بیغوره بانوی ازبک نسبت به رقیب قوی تر است. چند نوبتی بود که اصولا را با کار میبرد، یک بدن را کار کرده است و حالا برای پیش رفتن جهد نوبتی را انجام دادن است. دست کمی نادرست آمد و بله دستش لند برداشت زهرا را، چون که اینجا رقیب لند برداشته بود. با حالت تکرار رو میبینیم چگونه و دست در اینجا مونده است. بله در اینجا عمل نادرست از جانب پاکیزه هم بود. باید حالا قراره
قرار داوران درباره گشتن گرفتن زهرا اشاره میکند که برای دوام دادن گشتن امکانیت ندارد. به هر حال مربیان از اینجا صدا کردن که باید گشتن شد. مخلصان هم صدا میکنند در اینجا برای گشتن گرفتن آنها. برای ادامه دادن رقابت زهرا با رقیب پاکیزه مبارزه میبرند برای نشان طلا. اگر زهرا بیشتر کوشش کند شاید موفق هم شود. کمتر از 1 دقیقه دیگر باقی است از نبرد بانوان 87 کیلو. وزن سنگین است. Bolivia, Nasibi, Jahangir, Majidul. چند ثانیه دیگر هجوم طرفین است. وقت ما هجوم میرسد با یک بدن در اینجا پاکیزه نشان طلایی را به دست می‌آورد.
Kabarban Ingolia Velaske Holy Hasan Takdime kardı. Ona şarapatı yapamayı insan Duşova Uzbekistan Suudi Moli Nişar Kadınlar Bozdu.
Thank you for all athletes that have new places today, and we wish them successful in the future. مهرزاد صوفی و مسلم بک کریموف حالا با مرحله نهایی را خط گرفتم. دو پهلوان نامور این وزن حالا در میدانند. این مسلم بک کریموف تحت رهبری قبلا چون رؤوف حکومتوف رو ما بیشتر میدونیم که با این پهلوانان تمرین میدهد اگر اشتباه نکنم، یا ریسکدین رجبوف. راستی اشتباه نکردم، مسلم بک کریموف پهلوان سبز پوش این از خوتلان است، تحت رهبری ریسکدین رجبوف مشق ورزی میکند و مهرزاد صوفیوف تحت رهبری رؤوف حکومت پهلوان باشگاه ورزشی زرافشان ناحیه جبار رسولوف. یکی در بخش 3 دیگری در بخش 4 دانشکده تربیت جسمانی تحصیلی علم دارند و هر دو هم پهلوانی چابک و ماهر و خیلی با استعداد محسوب می‌یابند. مهرزاد صوفیوف در رده‌بندی بهترین های جوانان در صدر جدول است در حدود تاجیکستان و مسلم بک کریموف هم در چمپیونات مملکت و اکثر مسابقه ها میبینیم که این ورزشگر تا به مرحله های نهایی و جایزه های افتخاری را کسب میکند. به همان سگانه بهترین شامل است. در وطن محبوب ما تاجیکستان عزیز بسیار هم این عید اجدادی تنتنه استقبال نوروز با شکوه و نصرت و جلال خاصه تجلیل می‌گردد و خصوصا با برگزاری چهاربینی‌های خیلی سطحی با شکوه. قبلا ورزشگران برای دریافت یک جایزه، یک مکافات عادی ترینه که ارزش خیلی کم داشت، پایافزال یا خلعت یا چیزی دیگری گویم که بسیار هم مبلغ ناچیز رو در بر می‌گرفت. با آهسته آهسته در ای مهرزاد بدن امتیاز ستانید از مسلم کریموف مسلم بک. بله، مسلم بک کریموف امتیاز بدن رو از رقیب خیلی قوی خود ستانید و در مورد انا همان جایزه های ارزنده سخن گفتیم که امروز قدر و منزلت پهلوانان هم بالا رفت. این کار رو دستاندرکاران ساحه ورزش خیلی خوب به راه ماندن که در تلاش و تکاپوی ورزشگران ببینید که در سطح بین المللی جایزه ها مکافات های عالی که ارزش 130,000 سومانی را دارند تأسیس داده می شود که این قدرشناسی از جانب دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان است، از جانب رئیس شهر دوشنبه که پهلوانان ما هم به سمت ورزش های باستانی توجه خاصه کنند و با این وسیله از حساب انعام های عالی و ارزنده تمرین خود را در منبعد هم منتظم بر راه مانند و با این وسیله با کشورهای دیگر البته حق شرکت را در مسابقه های دیگر پیدا کنند
و این وسیله زمینه اساسیش شرفمندی وطن محبوب ما، پرافشانی پرچم کشور است. در مبارزه هر دو ورزشگر هم باز نیروسنجی و مسئولیت خیلی خوب به مشاهده می رسد. هر دو پهلوان هم توجه خاصه به نتیجه دلخواه دارند، اما مسلم بیگ کریموف با یک بدن اولو پیش صف است. ای ای ها 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 ها، جوان قشنگی نه چندان سفید پوشی عزیز میدان، ورزشگر خوتلان خیلی هم خوب جرأت کرد و موفق شد. آفرین. مبارزه خیلی جالب بود و مسلم بیگ کریموف در حقیقت اینجا هم خیلی هنرش افضلی داشت، خیلی و خیلی. رقابت نهایی وزن تا 70 کیلو را اکنون تماشا خواهیم کرد. محمد شریف نجم‌الدینوف چمپیون جهان در رشته گوشتن سامبو میان جوانان 3 سال قبل، 2 سال اگر اشتباه نکنم، ورزشگر محبوب تاجیکستانی با خلعت سفید و محمد رجب خلیفایف اصلا زاده تاجیکستان است، پهلوان رشتی، اما طی 2 سال اخیر در فدراسیون روسیه شهروند این کشور است. به تاجیکستان به وطن خودش آمده است و امروز از هیئت دسته فدراسیون روسیه هنرنمایی میکند. محمد شریف نجم‌الدینوف با راهبری رئوف حکومت و مرحله های حساس و جالب و حل طلب را اینجا پشت سر میکند. خیلی فرصت مناسب در ثانیه های اول بود، اما هر دو با هم چسب و تلاش خیلی جدی دارند. هر دو هم اینجا جریان نیروسنجی رو باز هم میخواهم پرشیده تر کنند. خلیفه یک کوشش انجام داد اما موفق نشد. محمد شریف نجم‌الدینوف قبلا به این پهلوان چون گفتیم که سال سپری گشته هم یک هنرنمایی جالبش را ما دیده بودیم که صاحب شاه جایزه گردیده بود. وضعیتش برای تمرین های به تدریج آنقدر خوب نیست. این رو هم ما در زمان مشق ورزیش چند لحظه شاهد هم بودیم و بسیار جوان خاکسار است. زاده ناحیه فیض‌آباد، تربیت گیرنده مکتب مهارت عالی ورزش های به نمادهای گوشتین. در تلاش ورزشگران تا کنون
امتیاز یا اشتباه هم نیست. نه امتیاز دارن و نه اشتباه. مرحله نهایی وزن تا 70 کیلو رو ما تماشا داریم که نمایندگان تاجیکستان و فدراسیون روسیه حالا برای مکافات عالی هم مدال طلا، کمربند که بار اول هم تأسیس داده شده است از جانب حکومت شهر دوشنبه، فدراسیون گشتین ملی گشتینگیری که همه رمزهای دولتداری و نشانه‌های اساسی همون احیای ورزش‌های سنتی ما در آنجا تجسم یافته است. محمد رجب و خلیفه حالا آگاهی گرفت. ملا رجب خلیفه بسیار هم در تلاش پهلوانان احساسات پهلو را اکنون ورزشگر سابق تاجیکستان اینجا به دست می آورد. اما بله بسیار پهلو با محمد شریف. برعکس معذرت میخوایم از بینندگان عزیز، باز هم مبارزه. چرا یک لحظه دیگر ما میتوانیم که در فاصله کوتاه به این سمت توجه کنیم. حالا امکانیت هست 2 دقیقه دیگر. خلیفه هم رجوع کرد دیگر بار به این سمت. محمد شریف الکی با در نظر داشت امکانیت های مساعد فرصت فراهم شد، اما خلیفه با این هم قناعتمندی نمی کند و باز مبارزه را پرشدت تر می نماید. تا به مرحله اساسی، مرحله نهایی، باز وزنهای دیگر، تنها وزن جمعی 90 کیلو، وقتی نه چندان زیاد باقی مانده است. اینجا باز بعد این در گلیم دیگر تیمور رحیموف هنرنمایی خود را باز هم پرشده‌تر کرد. در سبقت 4-1 نهایی ظفر یافت، به مرحله نیمه نهایی رفت. محمد شریف هم دیگر باره صاحب امتیازی بدن شد، خیلی نزدیک است به قوله مراد. برای نایل گردیدن مکافات عالی مسابقات امروزه، автомашinaи сабукрави равон که ارزش 130,000 سومانی را دارد. خلیفه کوشش میکند اما 20 ثانیه دیگر وقت در اختیار دارد. با محمد شریف نجم‌الدینوف داور اکنون آگاهی اول را داد. از این پیشتر خلیفه آگاهی داشت. مبارزه ادامه می‌یابد. 17 ثانیه. خلیفه دیگر راه ندارد. ادامه رقابت را میخواهد به نفع خویش انجام دهد. زود به هجوم میگذارد. هر دو هم خسته حال شدند. پهلوانان خیلی محبوبی میدان امروزه. خلیفه سبقت را باخته ایستاده است. نجم‌الدینوف 9 8 7 6 5 ثانیه دیگر. کمربند را محمد شریف نجم‌الدینوف اکنون باز هم
مشخصا خوبتر. حالا میبندد و صبری، خیلی صبری 5 ثانیه اگر صبر کند این وضعیت رو نگذارد که این چهره قشنگی تاجیکستان واقعا هم وضعیت مالیاتیش چندان خوب نبود. سال پار هم به این مکافات عالی رئیس حکومت شهر دوشنبه سرفراز گردید و در 2 سال اکنون صاحب 260,000 سومانی شده. انا این دستگیری است، انا این شایسته احترام و قدرشناسی است که واقعا هم حکومت شهر دوشنبه، فدراسیون گشتین ملی گشتینگیری مملکت برای انا همین چهره های نیازمند کار را تشکیل کردند و محمد شریف نجم‌الدینوف یک تن از چهره سرشناسی ناحیه فیض‌آباد در این مسابقات قهرمانی، در این مسابقات بین المللی گشتین جودو شرفیاب شد، دست بالا گردید و دیگر بار صاحب مکافات عالی автомашinaи سبک‌روی روان شد. واقعا هم تاریخی و احسن و آفرین به مربی، به انا همین پهلوانی که خیلی زحمت میکشد و ثمره مهنتش امروز خیلی و خیلی روشن و نمایان بود. آفرین. رقابتی که خیلی پرشدت است، مبارزه که خیلی جالب و جاذب است. امروز هم شادمان رضایی باز یک تلاش دیگر برای خود را ثابت کرد و نشان داد. بدن دومین بدن را پهلوان محبوب
و جوان کشور صاحب شد. شادمان رضایف در حقیقت هم جسارت هر دو شایسته تحسین. شادمان دیگر بار باز اینجا کوشش دیگر و حرکت دیگر رو میبینیم که خیلی و خیلی همشایان. باز به نوارهای تکراری رو میآوریم. باز به نوارهای تکراری فکر میکنم. لحظه که بدن به پهلوان تاجیکستان، پهلو به ورزشگری تاجیک سلیم احمدوف، یک تن مربی صاحب تجربه، اینجا اشاره دارد به ورزشگری تاجیکستان شادمان رضایف که روند مسابقات را تحت نظارت گیرد. پهلوان ما اندک پیشتر می رود. سبز پوش هم بدن دارد و هم پهلو. کمتر از 3 دقیقه دیگر. وقتی اساسی در اختیار دارند. شادمان هم دیگر بار در این سمت. ببینید که چگونه حریف را مشخصاً کوتاه‌تر دستی چپش رو و کمربندش رو هم داشته است. امکانیت خوب دارد اما احتیاط باید کرد. وضعیت هم مشکل تر شد. روند تلاش دیگر بار هم اشاره میکند یا پهلو یا بدن میتواند بدن بها گذاری کند یا از نوار تکراری ببیند این لحظه را که پهلو است. بدن امتیاز اولین. حالا هم پهلوان محبوب تاجیکستانی پیش‌صف است. حرکت دیگر، حالا 2 دقیقه دیگر است. وضعیت خیلی مشکل تر میگردد. اینجا هم باز همون سری سیوجی، یک اصول خیلی معمول گوشتین رو هر دو پهلوان خوب استفاده میکنند. کمتر از 2 دقیقه دیگر. ورزشگری ما در مرحله نهایی وزن تا 80 کیلو خیلی خوب است. پهلو متاسفانه بدن دقیقاً بدن بود نه پهلو. اما هیجان ما هم بیشتر شد. این باز هم جایزه مکافات عالی تحفه ارزنده نوروزی اکنون به ورزشگری ما نصیب گردد. و پهلوان جوان این هم یک واسطه دیگری دستگیری خواهد بود. شادمان رضایف اندک سرش رو خمتر کرد که این به جریان رقابت تاثیر خود رو هم میرساند. جدیتر باید عمل کند. دقیقه آخرین. 2 بدن و 1 پهلو دارد ورزشگری ما. پهلوان ازبکستانی 2 بدن دارد. با 1 پهلو شادمان رضایف چمپیون آسیا و اقیانوس میان جوانان پیش‌صف است. 38 ثانیه. وقت رو باید نظارت کند و دقیقاً دفاع رو و بیشتر با جدیت پهلوان ما باید این تشبسکاری رو از دست ندهد و نگذارد که در روند این تلاش باز هم حریفش کامیاب شود. بسیار هم ثانیه های آخرین عادتاً بسیار خوف و خطر زیاد دارد. با ورزشگری که موفق است و تا اندازه فارغ بالی میکند. 10 ثانیه دیگر. 8 7 6 5 4 3 2 1 انجام. و همین طریق پهلوان تاجیکستان شادمان رضایف با گرفتن عنوان جایزه شایسته مکافات عالی автомашین سبک‌رو شرفیاب میگردد و جام پایتخت رو هم مال خود میکند. بهترین وزن 60
با پهلوانان ما جایزه نصیب گردید. در وزن 70 در وزن 80 کیلو هم ورزشگران محبوب تاجیکستان واقعا هم شرف ورزش رو در میان بیش از 25 کشور سیاره قاره آسیا و اروپا خوب معرفی دارند. آفرین. کامرانشاه اوستاپریان استاد ورزش درجه بین المللی 5 کرات چمپیون جهان و 1 کرات چمپیون جهان میان ستاره های سامبو و در سامبو کامیابی های بی‌نظیر دارد. در گشتن جودو هم 2 کرات چمپیون آسیا محسوب می‌یابد که این دستاورد را یگان نفر ورزشگر تاجیک تا این مدت به دست نآورده است. برنده مدال برنجی مسابقات گرند اسلم، غالب مسابقه های زیاد گرند پری، یک تن از چهره سرشناس میهن با خلعت سبز است. ارکن قزاقوف نماینده ازبکستان، ورزشگری که با خلعت سفید حالا نیروسنجی را شروع میکند. دوام مبارزه را ببینیم. بسیار هم پهلوانان با هیجان و بسیار هم با متانت و مهارت بیشتر اینجا هم نیروسنجی دارند. ورزشگری ازبکستانی اندک براستی به احترامی کرد. حالا ببینیم که چگونه اکنون رفت قوه سنجی پهلوانان در مرحله نهایی صورت میگیرد. برای شاه جایزه مکافات عالی هر دو تلاش میکنند. 5 شاه جایزه در سومین مسابقات بین المللی تأسیس داده شد که امروز هم این خیلی اقدام نجیب است. در این باره الکی چندین دفعه نیز حرف زدیم. نفوذ بین المللی گرفتن گشتین ملی ما این افتخار از وطنداری و از صاحب استقلالی کشور ماست که امروز نمایندگان کشورهای هم اروپا و آسیا مهمان تاجیکستان بودند. تعدادشان الکی زیادتر. سال پار 12 دسته نمایندگی خود را به این مسابقات سفر بر کرد. این سال الکی بیش از 20 دولت یا 25 یا تا 27. امروز هم هرچند که یک نفر هم باشد، حتی از گرجستان، از فرانسه، از فدراسیون روسیه، از قاره اروپا اگر ما اینجا هم باز توجه کنیم و از منطقه آسیا بعد چمپیونات آسیا باز هم بیش از 15 کشور این قاره نمایندگی خود را به این مسابقات سفر بر نمود. با همین ترتیب که جالبیت سبقت ها باز هم در سطح کسبی با شرکت پهلوانان نامور کشورها الکی مسابقات خیلی نفوذ شایسته گرفت. در تلاش و تکاپوی پهلوانان حالا افضلی دیدن نمی شود و اشتباه هم
به نظر گرفته نشده است. تا این مرحله هر دو هم بسیار راهی وزنین رو طی کردند، چون که تعداد اشتراکچیان خیلی زیاد بود. آنها مرحله به مرحله با چهره های خیلی قوی و سرشناس رو برو شدند که این به جریان هر یک سبقت تأثیر خود را رسانید. ارکین قزاقوف، آی آی آی، یک حرکت کامرانشاه خوب آغاز شد، اما ارکین هم در این لحظه ها با دفاع اعتبارش جدی بود. باز هم امکانیت برای کامرانشاه فراهم شد، حالا که داخله را بسیار هم در سطح خوب انجام میدهد و سر کتف رو چندین عامل ها، چندین اصول ها رو بیشتر از همه اصول های گوشین جودو برخوردار است. کسبیت والا هم دارد و حیات جوانی خود رو بیش از 15 سالی حیات خود رو هم صرف آموزش نازوکی های گوشین جودو کرده است. پهلوان سبزپوش عضو منتخب جودوی میهن اشتراکی دو بازی های المپی ریو دی ژانیرو و توکیو 2020، دو کرا چمپیون آسیا و جایزه های عالی و ارزنده زیادند. در مسابقات گراند پری 3 دفعه با عنوان قهرمان دست یافت و برنده مدال برنجی مسابقات گراند سلم هم هست. آمادگیش نسبت به سال سپری گشته خوب به نظر می رسد. این رو هم آشکارا باید گوییم. رقیبش آگاهی دارد. کامرانشاه در این روند باز اکنون تاکتیک را باید دیگر کند، خود را به سوی به نیمه راست با قامت البته راست ایستاده حرکت کند، در سمتی که دوور هم این رو مشاهده کرد، به پهلوان ما هم آگاهی داد. اما در تابلو این اشاره نشد. ثانیه های آخر در وقتی اساسی اگر غالب باید نگردد کامیوشا یک لحظه دیگر را با حرکتی خیلی جالبش هم پرشیده تر کرد اما موفق نشد. 13 ثانیه دیگر. یک بدن تقدیر سبقت رو حل میکند. 12 10 ثانیه 3 دقیقه وقت اضافه حالا ما را در پیش است. اگر 3 دقیقه هم نتیجه بخش نباشد، آنگاه آگاهی ورزشگری ازبکستانی به نفع پهلوان تاجیکستان خواهد بود. جریان سبقت خیلی پرشدت، عبرت بخش و نمونه بود. بله همین طور هم شد. مشاهده باز هم نیروسنجی پهلوانان در 3 دقیقه وقت اضافه خواهیم شد. براسی فردوس نسیمو با نماینده ایران همین طور نیروسنجی را انجام داد و این دومین سبقت است که ما در وقت اضافه شاهد می شویم. وقت 8 دقیقه را در بر میگیرد. گفتیم که اگر 3 دقیقه هم نتیجه بخش نباشد، برای پیروزی کامرانشاه همان آگاهی ارکین قزاقوف کافی است و کامرانشاه باید احتیاطکارانه در این روند به حریف مناسبت کند. از بالا داشتن برایش هم تا جای ما میدانیم از اهمیت آری نیست. آی بسیار هم همین اصول را کامرانشاه دوست می‌دارد.
و این پرتاب‌های پهلوان رو هم ما در مسابقات گرند اسلم و گرند پری خیلی خوب دیده بودیم که چندین حرکت‌های جالب این ورزشگری محبوب ما با استفاده همین اصول در ثانیه‌های اولی وقت چون به دست آمده بود. دقیقه دوم وقت اضافه. ارکین قزاقوف پایش رو سیب دید. بسیار هم از فلسفه جودو نماینده تاجیکستان خوب برخوردار است. باشد که اکنون این حرکت یک کوشش دیگری پهلوان تاجیکستان کمربند رو نه دست رو کامرانشاه بله همین ترتیب نگذارد باید که دست آزاد باشد. این رو هم کامرانشاه خوب میداند از ما دیده بیشتر و زیادتر، اما فرصت هیجان احساسات بیشتر و زیادتر رو در این مورد با خود دارد. اینجا شرف وطن محبوب به دست آوردن مکافات تنبیه به پهلوان تاجیکستان معذرت ازبکستان. بله 1 دقیقه و 33 ثانیه دیگر. و همینطور کامرانشاه اوستاپیریان بعد این آگاهی بعد آن دومین آگاهی که به تنبیه تبدیل یافت، اینجا پهلوان ما در وقت اضافه حریف را دچار شکست کرد و به برنده شاهجایزه مکافاتی عالی گردید. این کفکوبی، این صمیمیت مخلصان به افتخار غلبه پهلوانی محبوب کشور است که واقعا هم در میدان امروز از زحمت کشید، تلاش کرد، همه رقابت ها را با تدریج و با موفقانه پشت سر نمود و کامیاب شد. آفرین، احسنش میگویم. غلبه نوبتی پهلوانان تاجیکستان مبارک باشد. آخرین رقابت میدان امروزه با شکوه، آخرین دیدار پهلوانان گرانوزن، آخرین شاه جایزه چمپیون آسیا در گشتن کورش شیرعلی جورایف با خلعت سفید است. حالا داوران به میدان می آیند و ما شاهد این عید متنتن گشتن ملی خواهیم شد. رقابت آخرین ورزشگران در وزن جمعی 90 کیلو. تیمور رحیموف یک چهره سرشناس، ورزشگری محبوب و عنوانهای شایستش، دستاوردهای ارزندش، زحمتهای شبانه روزی و پیوستش الکی در دل و دیده مردم تاجیکستان موا دارد. استاد ورزش درجه بین المللی است. شیرعلی جورایف هم استاد ورزش درجه بین المللی، چمپیونی کنونی آسیا در گشتن کورش. تیمور رحیموف ورزشگر شناخته و محبوب کشور. و اینک به لحظه های حساسی آخرین این دیدار توجه میکنیم.
дар идора кардани ҳаракати рақиб албатта бисёр таҷрибаи хуб ҳам дорад ва дар қораи осиё ҳамчун чеҳраи саршинос дар вазни гарон муаррифӣ шудааст. ва бубинем ки раванди ин кор чӣ натиҷа медиҳад. шералӣ ҷураев бо абубакри акобир дар мусобиқоти қаҳрамонии осиё ва уқёнусия нерӯ санҷид ва бо афзали як чӣ гӯям иштибоҳи рақиб ҷураев комёб шуд дар чемпионати осиё ва уқёнусия, махсусан дар шаҳри душанбе ки дирӯз хотима ёфт ва баъдан он иштирокчиён ҳам ба ин марҳила ба мусобиқоти сеюми байналмилалии гӯштини миллии гӯштингирӣ пайвастанд ва ин ҳам дар раванди корҳои кумитаҳои марбут ба соҳа ва кумитаи тадорукот бисёр як иқдоми наҷиб буд ки шукӯҳу ҷалол ва нусрати шоистаи гӯштини миллии мо боз ҳам афзалтару болотар ва хеле ба сатҳи байналмилалӣ меравад. имрӯз аз швейтсария, аз гурҷистон, имрӯз аз кишварҳои хеле рушдёфта, боз ҳам намояндагони кишварҳое ки гуфтем буданд, акнун овозаи паҳлавониву майдондориву тантанаи наврӯзи байналмилалии моро ба дуриҳои дур мебаранд. рақобати паҳлавонон ҷараён мегирад. темур 3 кӯшиш анҷом дод. ҳаракатҳояш хеле хуб, беҳтар ба назар мерасад. аммо ин хотимаи кор нест. ҳоло боз дар талоши паҳлавонон мо афзалиятро, ҷолибиятро хоҳем дид. акнун темур раҳимов, шералӣ ҷураев ҳоло аз ҷиҳати тактикӣ хеле суст аст, суст ба назар мерасад. инҷо ҳам танҳо дифоъро ихтиёр карда истодааст. темур ҳарчанд мехоҳад пеш равад, аммо шералӣ ҷураев аз майдон берун шуд. ин ҳам бе муҷозот намемонад, фикр мекунам. на, довар ин маротиба ҳам ин фурсатро боз ҳам ба инобат гирифт ва акнун боз ҳам муборизаи темурро мебинем. шералӣ ҷураев, варзишгари сафедпӯши ӯзбекистонӣ, дар марҳилаи ниҳоӣ бо як тан аз паҳлавонони шӯҳратдиёри қораи осиё рӯбарӯ шуд. то ин муддат варзишгари ӯзбекистон хеле ҳам истеъдоди хуби худро бо 3 нафар рақибаш нишон дод ва ба ин марҳила роҳ ёфт. пешпо ҳаракатҳои хеле назаррас дошт. ҷураев маълум шуд ки аз тактикаи темур раҳимов воқиф аст. ба ҳамин хотир наздик намешавад, бештар сутун мегузорад бо дасташ ва эҳтиёткорона инҷо амал карда истодааст. ба темур имконият намедиҳад ки наздик шавад. аммо роҳи дигар ҳаст, ман фикр мекунам, барои дарёфти фурсати муносиб доштани камарбанд. темур аз ҷиҳати қувва афзалӣ дорад. ҳуҷумҳояш ҳам зиёдтар шуданд. ҳамаи ин албатта мавриди таваҷҷӯҳи довари болои гилем қарор мегирад. ҳар як ҳаракат. авлавият, афзалият аллакай маълум аст ки ҷониби паҳлавони мост, ҳарчанд ки имтиёз нагирифтааст. намегузорад ки остини шералӣ ҷураев ки остиношро темур гирад, аммо ин хислати ҳамешаи темур аст ки аз ду гиребон мегирад ва баъди ин ҳаракат аллакай кӯшиши баъдии темур тавассути талоши нимаи чап ба вуқӯъ мепайвандад. то ҷое мо инро мулоҳиза мекунем. аммо огоҳи паҳлавони моро таҳдид кард. довар ба варзишгари мо огоҳӣ дод
مجبور است که البته باز صورت افزایی رو بیشتر سازد. چرا که در این لحظه ببینید پهلوان ازبکستانی گوشتی نمیگیرد. هجوم های ورزشگر تاجیکستان زیاد بودند، اما داور من فکر میکنم اینجا با اشتباه همراه داد. پهلوان ازبکستانی رو هم ملکه مجازات تهدید میکند، از این پیشتر هم تهدید میکرد چون که در زمین خواب بود. این کار رو چند دفعه ما شاهد هم بودیم. فقط هجوم های تیمور پای در پای بیشتر و زیادتر بود که شیرعلی جورایف تاب آورده نتوانست، به شکم افتید و این رو هم داور تحت نظارت گرفت. اما این اکنون تیمور اینجا جدیتر حرکت کرده ایستاده است. ببینید از پشت گریبان از دست رقیب اکنون حرکت نه در زمین. این در گوشتین ملی تاجیکی رایج نیست. ثانیه های آخرین نیروسنجی پهلوانان باقی مانده است. بله این هم باز با مانند رقابت پیشینه، یعنی در وزن تا 90 کیلو که کامرانشاه استوپیریان با ارکین قزاقوف از ازبکستان به میدان برآمده بودند. اکنون تلاش ورزشگران در این مرحله باز هم پرشیده تر می شود. یک آگاهی تقدیر رقابت را حل می کند. تیمور این کار را باید خوبتر داند و اندکی باز روند مبارزه خود را پرشیده تر سازد. از بالا از پشت گریبان رقیب حالا چنین نیست. روندی مبارزه پهلوانان باز هم تقاضا میکند که اندک تیمور رحیموف در مورد حالت راست بودن جریان سابقه باز هم برایش باید همون مسئولیت بیشتر خود رو هم احساس کند. حرکت تیمور، کوشش پهلوان ما اگر دست رو همین لحظه تنها علت مشکلی همین است که دست رو داشته نمیتواند. چرا با این ورزشگر آگاهی نمیدهند؟ من و راستی با هیچ با فهمیش من درست نمیآید. این بار اول در 7 حمله به شکم در نهایت نتیجه برابر شد. آگاهی اول و بعدا کوشش بیشتر تیمور هم از نظر داور دور نماند و با شیرعلی جورایف آگاهی دادند. 1.5 دقیقه دیگر پهلوان ازبکستانی هم خیلی قوی است، آمادگی همه‌جانبه جسمانیش و در مقابل این ورزشگر چون گفتیم که ابوبکر اکابر هم همین طور نیروسنجی کرد و با یک آگاهی قوازمایی رو باخت و تیمور امروز هم برابر همین نیروسنجی ها حالا هم صاحب امتیاز نگردیده است. این از آن دلالت میکند که شیرعلی جورایف خیلی یک ورزشگر ممتاز و صاحب نام جمهوری همجوار ما است. 50 ثانیه دیگر. از هر دو گریبان یک لحظه که خیلی هم هیجان آور بود. بدن به پهلوان ازبکستانی داده شد و با همین ترتیب پهلوان ازبکستانی صاحب غلبه شد. تیمور رحیموف در این جریان همان چرا فارغ بالی کرد، چرا که قبلا هم رجوع عملهای بیشتری خود را نشان نداد. تأسف. و پهلوان ازبکستانی شیرعلی جورایف در این مبارزه کوشش آخرین ثمر آورد و بعداً بهاگذاری گردید و با گرفتن شاهجایزه مکافات عالی شرفیاب گردید. دوستان عزیز، با همین رقابتی
مسابقات امروزه به انجام میرسد. در حالت خیلی هیجان و حساس قرار داشتیم، هرچند توجه به این نکته بود، اما تیمور آن دقیقه های اولی که از نیروسنجی از آمادگی جسمانی قویش داشت خوب هم استفاده نکرد، روند کار را به آن نقطه نهایی برد و در نهایت هم اشتباه کرد. چی باید کرد؟ ورزش همین از زبردستی هر دست آفرید. با همین گزارش ما هم به انجام رسد. به شما بخت و سعادت و کامیابی را تمنا داریم. شبتون بخیر، موفق باشید. در این وزن مسلم بیگ کریموف ورزشگری دیگر تاجیکستان سزاوار مدال طلا و شاه جایزه گشت. And the gold medal today as a champion got Karimov Muslimbek, the athlete from Tajikistan. Congratulations. همچنین به غالبان دیپلم، مکافات‌های پولی، انعام‌های نوروزی شایسته بین المللی و به ورزشگر غالب کمربند تقدیم کرده می شود. As the winners of today's championship, our athletes got diplomas, medals, and also cash prizes. به مناسبت غلبه پهلوانی وزن 60 کیلوی جمهوری تاجیکستان حالا سرود ملی کشور صدا می دهد. For the winner of today's championship, it's time to play the anthem of the Republic of Tajikistan.
تشکر باری دیگر به پهلوانان موفق وزن تا 60 کیلو. حالا از ورزشگران وزن تا 70 کیلو خواهش میکنیم که برای گرفتن جایزه ها آماده باشند و سرداور مسابقات خسرویار کوروش از جمهوری اسلامی ایران به غالبان تحفه ها را تقدیم میکنند. Ladies and gentlemen, now it's time for awarding ceremony for athletes until 70 kilo, and the representative from Iran will present them their prizes. دو زینه افتخاری به مرادزاده خیراندیش است و رقابت پهلوانان رو در وزن تا 70 کیلو مشاهده کردیم. ابوبکر شریف نماینده جمهوری تاجیکستان، محمد رحیم سرخانوف همچنین از جمهوری تاجیکستان برندگان مدال های برنجی معرفی شدند. The new champions here, the third place got Sharaf Abubakar and Sarakhonov Mohammad Rahim. Both of them are from Tajikistan. مولا رجب خلیفه پهلوانی دسته فدراسیون روسیه که در مرحله نهایی بود و دریافت مقام دوم مدال نقره شرفیاب می شود. The second place in these top three got Khalifayev Mullah Rajab, the athlete from Federation of Russia. نهایت در وزن تا 70 کیلو یک تن چهره معروف چمپیونی جهان میانی جوانان در گوشین سامبو محمد شریف نجمیدینوف برنده مقام اول مدال طلا و مکافات عالی شاه جایزه گردید. Ladies and gentlemen, meet the new champion with gold medal, Mahmad Sharif Najmidinov, Tajikistan. همچنین ورزشگران با دیپلم، مکافات پولی و پهلوانی غالب هر وزن با کمربند تقدیم کرده می شوند. All athletes today are awarded with diplomas, medals, and cash prizes. And for the top, the best champion is given the belt, which has the Tajik signs. برای غلبه پهلوان محبوب کشور حالا سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می دهد. Ladies and gentlemen, it's time to play the national anthem of Tajikistan.
تشکر زیاد باری دیگر به پهلوانان موفق این وزن. حالا برای سپردن جایزه ها ورزشگران وزنشان تا 80 کیلو دعوت کرده می شوم و از رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رحمانزاده عبدالله قربانعلی خواهش میکنیم که برای سپردن جایزه ها به نزد منبر فخری آیند. حالا غالبان این وزن را استقبال میگیریم. Thank you very much. And now is the next awarding ceremony among athletes until 80 kilo. And for awarding places is invited the head of the Committee for Youth Affairs and Sport under the government of Tajikistan, Rahmonzoda Abdullah Qurbanali. در وزن تا 80 کیلو فرهادوف رحمت الله بیک از جمهوری تاجیکستان برنده مدال برنجی و محمد عبدالجلیلوف نماینده تاجیکستان همچنین برنده مدال برنجی شدند. In the next top three finalists, the bronze medal got Farhodov Rahmatbek and Abduljalilov Muhammad. Both of them are athletes from Tajikistan. در این برابر با پهلوانان موفق هم دیپلم و مکافات پولی هم قدردانی می‌گردم. All athletes today in this championship got medals, diplomas and cash prizes. مقام دوم در این وزن به نماینده جمهوری ازبکستان عمر بازاروف نصیب شد. The silver medal in this top three got Umar Bozorov, the athlete from Uzbekistan. در این وزن کامیابی شایسته را ورزشگر جوان و امید بخش تاجیکستان شادمان رضایف به دست آورد. And the gold medalist, the new champion of today's championship is Shadmon Rizoyev, Tajikistan. ورزشگر همچنین با کمربند و مکافات عالی شاه جایزه автомашинای سبکرو هم سرفراز می‌گردد. For the gold medalist, except his prizes, he got a belt for the best fighter and a new automationally car. با شرافت غلبه پهلوان جوان کشور سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد. Now it's the time of the national anthem of the winner, Tajikistan.
تشکر، سلامت باشید. پهلوانان وزن تا 90 کیلو را حالا به منبر افتخاری دعوت میکنیم و برای سپاریدن جایزه ها از معاون یکم رئیس شهر دوشنبه تبرزاده جمشید افضل خواهش میکنیم که به نزد منبر افتخاری آیند. Ladies and gentlemen, it's time for the next awarding ceremony until 90 kilos. And here is invited Tabarzoda Jamshed Afzal, Deputy Chairman of Dushanbe City, for award the prizes. مقام سیوم افتخاری وزن تا 90 کیلو با جهانگیر مجیدوف نماینده جمهوری تاجیکستان و پاپوناشویلی گیورگی از جمهوری گروجستان نصیب گردید. In these new top 3 finalists, the third place got Jahongir Majidov, the athlete from Tajikistan, and Patunashvili Georgi from Georgia. و نفران موفق همچنین دیپلم و مکافات پولی انعام نوروزی تقدیم کرده می شود. All athletes are awarded with medals, diplomas, and cash prizes. زینه دویم در وزن تا 90 کیلو با پهلوان جمهوری ازبکستان ارکین قزاقوف نصیب شد. The silver medal in these top 3 got the athlete from Uzbekistan, Erkin Khazokov. در وزن تا 90 کیلو پهلوان محبوب و شهرتیار تاجیکستان کامران شاهی اوستاپریان. And the best fighter today as a gold medalist, Kamran Shostapuryan, Tajikistan. ورزشگری ممتازی میهن همچنین با مکافات عالی شاه جایزه автомашین سبکرو سرفراز گردید. The new champion got a belt with a new car as a new champion, as a gold medalist. Congratulations. برای غلبه پهلوان وزن تا 90 کیلو حالا سرود ملی جمهوری تاجیکستان تنین انداز می‌گردد. It's time to play the national anthem of Tajikistan for Kamran Shostapuryan.
Congratulations. بار دیگر سپاس، تشکر زیاد. پهلوانان وزن جمعی 90 کیلو رو به منبر افتخاری دعوت می‌سازیم. از چمپیون بازی‌های المپی ریو دی ژانیرو دلشاد نظرов خواهش میکنیم که با آخرین ورزشگران مسابقات امروزه تحفه ها را تقدیم نمایند. انتون براچوف، فدراسیون روسیه، فرزین حسینوف، جمهوری تاجیکستان، تیمور رحیموف، جمهوری تاجیکستان، شیرعلی جورایف، جمهوری ازبکستان. The next awarding ceremony is among the athletes plus 90 kilos. And here is invited Olympic Tajik champion Dilshod Nazarov. غالبان وزن جمعی 90 کیلو را با موسیقی متنتن استقبال میگیریم. به همین ترتیب در وزن جمعی 90 کیلو بزینه سیوم افتخاری انتون براچ فدراسیون روسیه، فرزین حسینوف جمهوری تاجیکستان نصیب گردیدند. Ladies and gentlemen, in a new top 3 finalists in today's championship, the third place got Anton Brachev, the athlete from Russia, and Farzin Husainov, athlete from Tajikistan. با غالبان دیپلم و مکافات‌های پولی کمیته تدارکات هم قدردانی می‌گردند. مقام دوم افتخاری رو در این وزن پهلوان نامور تاجیک تیمور رحیموف به دست آوردند. And the silver medalist today is Timur Rahimov, the athlete from Tajikistan. در این وزن ورزشگر جمهوری ازبکستان شیرعلی جورایف سزاوار زینه اول شد. And the best athlete today as a gold medalist became Sherali Jurayev from Uzbekistan. با شرافت غلبه شیرعلی جورایف حالا سرود ملی این کشور صدا می‌دهد. In honor of a win of Sherali Jurayev, it's time to play the anthem of Uzbekistan.
تشکر به ورزشگران موفق وزن جمعی 90 کیلو در رقابت هایی که از صبح امروز تا به شام انجام یافتند. در هیئت دستوی هم هیئت مکمل و موفق معین گردید. مقام سیوم با نمایندگان دسته تایلند با به دست آوردن یک مدال طلا نصیب شد. Ladies and gentlemen, now it's the time of a special awarding ceremony for the best team, and they are awarded with the Cup of the Capital. The third place. مقام سیوم را ورزشگران کشور تایلند به دست آوردند. In this awarding ceremony, the third place got the team from Thailand with 1 gold medal. معذرت، مقام سیوم افتخاری با ورزشگران جمهوری اسلامی ایران نصیب شد. آنها با نتیجه دلخواه با گرفتن این مقام در جای سیوم شرف یاب شدند. Ladies and gentlemen, we are very sorry for our mistake. In this championship, the third place got the team from Iran. Congratulations. زینه دوم افتخاری به دسته یکچین ازبکستان نصیب شد. آنها 3 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنجی را صاحب شدند. And the second place in this ceremony got the team from Uzbekistan with 3 gold medals, 2 silver medals, and 1 bronze. در مقام اول با نتیجه 4 مدال طلا، 7 نقره و 7 برنجی به دسته منتخب تاجیکستان نصیب شد. And the first place as the best team in this ceremony got the team from Tajikistan with 4 gold medals, 7 silvers, and 7 bronze medals. Congratulations. همچنین به نتیجه های ارزنده دسته منتخب تاجیکستان به مکافات پولی هم قدردانی می شود و با همین مراسم سپاریدن جایزه ها تنتنه ایدی با شکوه نوروزی و سیومین مسابقه بین المللی برای دریافت جام پایتخت در شهر دوشنبه به انجام می رسد. Ladies and gentlemen, now all our championship for today became to the end. We are very thankful for the technical staff, for all participants and athletes who take part today in this championship. Thank you very much and good luck in the future.